فرق لباس احرام پوشیدن و فرق عمره شما دانید. تازه شما گفته ایستادید که احرام آدم از میقات میبندد که اصلا وای احرام و لباس وای همون دو لباس احرام پیشتر لباس مردم همون بود. حاضی نو لباس ها هر خیله شد. پیش همون یک پارچه کدی پایان میپوشیدن، یک پارچه دیگرش کدی بالای میپوشیدن. این همین لباس پیامبر صلی الله علیه و سلم و صحابه ها و اکثر مردم همین بود. این لباس هستی. مخصوص احرام فقط از میقات پوشیده نمیشه. عبادت از میقات میشد. عبادت یعنی عمره یا حج باید از میقات شود. هر یک آدم میقات خودش است. از همون میقات به عبادت نیت میکنه. اما خودی پوشیدن احرام شما میتونید وی هم تو پوشیده گردیدن و یه نوعی لباس است. بنابراین علمایی که این فتوای برآوردن یا این قانون برآوردن که در آشیانه یکم فقط عمره کننده ها عمره کند، این هم با مصلحت، یعنی با مصلحت به معنی که به فایده مردم نظر گرفتن که یک آدم مثلا عمره کنی آمده است، وقتی که آدم های عمره ناکن، آدم های اهل مکه، آدم هایی که الک عمره کرده شدن، باز اگر همه کسا به پایان فرویان اونجا طواف کرده نمیشه دیگه، یعنی همه نمیبرد اونجا. از همین حساب آدمایی که یک بار عمره کرد در آشیانه 2 و 3 و 4 و در دیگر آشیانه ها عمره طواف کند، بگذار در آشیانه یکم عمره کننده ها کند تا اینکه ازدحام نشود. یعنی زیچی بعد اگر بعضی حالت ها میشد یک قدم میگذارید میایستید دیگه. هم بعضی آدم ها سلامتی هاشون نمیبردارد. عمره آمدین موی سفید 80 ساله هست یا یک زنی پیران سال است یا یک آدمی بیمار است، در میان طواف دلش به حضور میشد مثلا. بنابراین اگر عمره فقط عمره کننده ها در داخل طواف کنند این آسانی میشد. دیگرها بگذار در آشیانه 2 و 3 و 4 کنند. گفته همین خیلی قانون برآورده. این چیز بعدی همین کرونا ویروس پیدا شد. یعنی تا در تاریخش از زمان حضرت آدم علیه السلام تا همین سال 2021 نبود این چیزا. بعد همین خیلی قانون برآوردن. عمره چی های هم بسیار شد برای آنکه ویزه عمره سبوکی داده شد و مردم زیاد از دور و نزدیک آمدن، نرخ ها ارزان شد. از همین حساب علاقه یعنی که اونجا تنگی میکنن. برای همین خیلی قانون برآورده. لیکن یک آدم اگر احرامش پشت آمده هم تو طواف کند یکم آشیانه اندیان و هم اکون گناه کرد گفته نمیتونیم، چون که احرام هم یه نوعی لباس است. بعضی علمایی که اجازه دادن گفتن که هم یه نوعی لباس است، لباس پوشیده است آمده است. مسئله فریب یعنی ظاهرا گویا فریب است، لیکن ملیسا های هم میدونن که این مردم تکرارا طواف کرده ایستادن. به هر حال اگر کسی در آشیانه 2 طواف کند و حال آنکه بسیار میخواهد که در آشیانه 1 طواف کردنی است، خیر میگوید بگذاریم این مردمی عمره نکردگی عمره کند و با مردم ازدحام تشکیل نکنیم، بیا در آشیانه 2 میکنم. گفت انشاءالله الله تعالی ثوابی یک میدهد. الله تعالی کریم است. لیکن اگر نه من فقط در آشیانه 1 میخواهم گفت و رفته احرام پشت آمده در آیدم، امید میکنیم که گناه نیست. والله تعالی اعلم.